سلام، من دکتر حسن‌پور هستم، عضو هیئت علمی گروه چشم شهید بهشتی. این واقعیت ترکیبی عرض که در واقع شبیه ساز احیای قلبی ریوی بزرگسالان بود، به نظر من خیلی مجموعه جامع و کاملی بود. من خودم تا الان توی دوران آموزش پزشکیم چندین بیمار واقعی رو در واقع احیا کردم. حالا مثل اینکه اون شبیه ساز احیای پیشرفته قلبی ریوی جزء پکیج‌های آینده است، ولی نکاتی که توی این واقعیت شبیه سازی شده وجود داشتش خیلی نکات کاملی بود که توی واقعیت هم اتفاق میفته. مثلا بیمارایی که ممکنه در صحنه دچار این حرس قلبی تنفسی بشن و همراهاشون افراد رو هول کنن، مثلا به این نکته توش توجه شده. یا اینکه اون مراحل مثلا ریکاوری که خیلی وقتا ما اونا رو نمیدونیم یا باهاش مواجه نداریم، اونها رو هم توضیح داده بودن و خیلی به نظر من پکیج آموزشی بود. حالا از نظر تنظیمات و اینکه مثلا توی ورژن های بعدی شاید این تنظیماتش یه مقدار بهتر بشه، به نظر میرسه که جای کار داره، ولی از نظر آموزشی واقعا خیلی عالی بود و من تشکر. خیلی ممنون.